درود و مهر قلبم خدمت تک تک شما مخاطبان نازنینم. حالتون چطوره؟ خوبین؟ سلامتین؟ دوستان نازنینم، یک چند ثانیه وقتت رو بگیرم قبل از که تخت نرد رو ببینیم. اگر که مایل بودین لطف کنین کانال رو به دوستانتون و به عزیزانتون به اشتراک بگذارید. مطمئنم که یادتون میمونه کانال رو سابسکرایب میکنید. سپاسگزارم از اینکه لایک میکنید و اینا به من انرژی میده برای ادامه مسیری که در پیش رو دارم و ازتون بی‌نهایت سپاسگزارم و از توجهتون بی‌نهایت متشکرم. بریم تخت نرد رو با هم دیگه ببینیم. خود گویای همه چیز هست. این تخت نرد رو ببینید با چه ابعادی و الان از نزدیک هم براتون فیلم میگیرم. اول روش رو ببینیم با هم دیگه و بعد تخت رو باز کنیم و ببینیم. نقش و نگارها رو ببینید و این کنده‌کاری زیبا. این تخت نرد به سفارش شخصی به نام اردشیر درازدست ساخته میشه در زمان قاجار و یه چیزی حدود اینطور که کارشناسان گفتن بالای 200 سال قدمت این تخت نرد هستش. من سعی میکنم که به صورت کلی هم یه نمایی رو ازش بگیرم. این تخته در جهان تک هستش، همین یه دونه ساخته شده، دوقلو نداره، لنگه نداره و کارشناسانی که این تخت نرد رو دیدن روش نتونستن قیمت بذارن. بوی خاصی که این چوب میده به خاطر جنسش و به خاطر سالی که از عمرش میگذره یک بوی خاصی رو میده. دیدین جنس قدیمی بوی خیلی خاصی رو میده، این هم همینطوره. حالا اون ورش هم میبینیم. اول تخته رو باز کنم داخلش رو ببینیم با اتفاق با هم دیگه. بذارم پایه ببینین چه کرده سازنده. مهره ها و تاس چیده میشه به این صورت. میگن شماره 2535 به این صورت. این عدد رو یادتون باشه برای چیدن به درد میخوره. 2535 این از این ور خونده میشه از اون ور. تاس ها عاج فیل هستش، از جنس عاج فیل ساخته شده در هندوستان. سفارشیه دیگه، سبک این پر. ببینید تمام هنرها در این تخته منبت‌کاری و دوستانی که کارشناس هستن میدونن دیگه، نیاز به توضیح بیش از حد نیست. خیلی خیلی خوشحالم از اینکه این تخت نرد دیدم که قول داده بودم خدمتتون این تخت نرد عتیقه قاجار رو به سمع نظرتون رسوندم. خیلی خوشحالم که دیدین و حتما این ویدیو رو برای دوستانتون هم ارسال کنین. عمو پیمان دوستتون داره. مراقب خودتون باشین. بدرود.